امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بسیار ویژگی های زیبا داشت، اما دو ویژگی از او که در بین تمام علمای سلف خیلی مشهور و معروف و تکان دهنده و خطرناک بود. این دو صفت خیلی خاص بود. اول، در عقیده توحید خیلی زیاد سختگیر و متوجه و دقیق. دوم، در تطبیق حدود الله و شریعت و جاری کردن نظام اسلامی. حتی می‌فرماید که در کشوری که 100% حدود الله موافق با قرآن و سنت و روش صحابه که در او تأخیر و تقدیم هیچ نباشه، اگر جاری نشد مردم باید نماز جمعه را نخوانند. گفتن امام صاحب نماز جمعه فرض الله متعال است، دیگه کسی اجازه نداره منع کنه، شما چرا مردم از نماز جمعه منع میکنید؟ گفت در مورد حدود الله 500 آیت است، اگر مردم به این 40-50-100 فرض عمل نمیکنند ممکن